شناسی در واقع واژه سلف و نالج و سلف نالج رو در نظر میگیریم متوجه این موضوع میشیم که در ابتدای امر سلف نالج به معنای شناختن و شناسایی یک چیز واحدی و یک سوژه واحدی و یک آبجکتی نبوده در درون ما. خب خیلی بسیار این نقدهای زیادی وارد بهشون که این نقدها معمولا در اوج رفتارگرایی بسیار شدت گرفت و آن را نقص کردن و خب ویتگنشتاین هم دیدگاه متفاوتی داشت نسبت به این موضوع به مثابه اینکه خودشناسی در واقع یک صورتبندی اشتباه از یک مسئله‌ای هستش. یعنی در واقع اینکه شما وقتی که درد، رنج، امید، ناکامی و در واقع اضطرابی یا دندون دردی احساس میکنین داخل وجودتون، در واقع شناختی وجود